آقای دکتر لطفاً به سوال‌های زیر پاسخ دهید. این سوال‌ها را بینندگان شبکه میخوان مخصوص شما بزرگ. چقدر ریش گذاشتن واجبه؟ اصل ترک ریش واجبه، اما اینکه یک قبضه باشه سنته. یعنی اگر یک اندازه کوچک هم بذاری واجب سقوط کرده، واجب رو انجام دادید، لیکن سنت یک قبضه نگه داشتنه. آیا بخشیدن ثواب ختم قرآن به مرده میرسه؟ بین علما تنازع هست، ولی یعنی وقتی مسئله اختلاف شد آدم باید آسان بگیره. بله، اگرچه سنت این نیست. سنت اینه که انسان در وقت ختم قرآن به مردگان دعا کنه. چرا تمام فقها و علمای بزرگ امت تابع مذهب بودند و الان بی سواد میاد امام هنی رو زیر سوال میبره؟ نه، اینطوری نیست. همه علمای بزرگ تابع مذهب نبودند. ابو حنیفه تابع مذهبی نبود، شافعی تابع مذهبی نبود، ائمه اربعه تابع مذهبی نبودند، تابع اجتهاد خود بودند. مذاهب بعداً درست شد. دقت میکنید؟ و مذاهب در اصل برای حل مشکلات جامعه درست شد، لیکن بعدها به خاطر تعصب و دوری مسلمانان از دینشون خود این راه حل مشکلی مشکل شد. و اینکه ابو حنیفه را زیر سوال رحمت الله علیه زیر سوال ببرند، این از جهالت، از نادانیه. لیکن مشکل این نیست، مشکل تو تعصب در مذهبه. تعصب در مذهب عکس العملش تعصب در لامذهبی است. تعصب کوری و نادانیه. در تاجیکستان قانون علیه حجاب است. اونا میگذارن با حجاب دختران در مسجد. آیا اونها بدون حجاب مکاتب میروند؟ معذورند. پناه بر خدا که در یه دولت مسلمان چنین با اسلام جنگ میشه. نه، معذور نیستن مگر به رأی آقای شیخ قرضاوی. و همچنین زن شوهردار تحت این شرایط، یعنی بدون حجاب، میتونه رفت علم طبیب بخواند، علم طب بخواند؟ نه، وسیله باید شرعی باشه، کشور دیگه بره. اگر مادر حجاب نکند فرزند دیوز شمرده می شود؟ نه خیر، مادامی که فرزند راضی نیست. نه. آیا برادرزن این گناهکار محسوب میشن؟ مادامی که موافق نیستند گناهکار حساب نمیشن. در انتخابات نظام غیرالله دموکراسی دادن رای جایز هست اگر این مسئله در میان اهل علم، در میان علمای بزرگ هم اختلاف هست، اما راجح اینه که اگر مصلحتی برای مسلمانان هست در رفتن به چنین پارلمانی، انشاءالله که اشکالی نداره که از شرارت ها جلوگیری کنه. مصلحت واضحه. یعنی من یک فرزند هستم، از نگاه اسلام من میتونم به جهاد بروم با اجازه پدر؟ بله، بدون اجازهش نه. در تاجیکستان حکومتدارها تا درجه مرتکب کفر سرکشی شدن که کفر و طغیان رسول الله آنها مثل شیر سفید، مثل روز روشن است. سوال اینجاست که آیا جایز است که پلیس را به قتل رساند؟ نه، برای که در چنین حالی جامعه میشه انارشیسم، میشه ناامنی. عروسی اسلامی چگونه باید برگزار شود؟ با خوشی، با شادی، بدونی که منکری درش باشه، با نشید. به جهاد رفتن افضل است یا عروسی کردن؟ هیچ چیزی پای جهاد رو نمیگیره وقتی که جهاد فرض باشه. در مورد امام مهدی اهل سنت کمی حرف بزنید. مهدی اهل سنت با مهدی تراشیده شده شیعه زمین تا آسمان تفاوت داره. در میان اهل سنت دین کامل شده، نیازی به مهدی نداره کاملش کنه. مهدی مثل عیسی، مثل بقیه علامت های قیامت، یکی از علامت های آخر زمانه. یعنی به دین چیزی اضافه نمیکنه، میاد در وقت ضعف مسلمانان
خداوند بهش نصرت و پیروزی میده برای کمک مسلمانان. مهدی شیعه بزرگترین مجرم تاریخه که میاد مسلمان کشی میکنه، 2/3 بشر رو میکشه، عربا که هیچی، از ریشه‌کن میکنه. در واقع تراشید ذهن تشیع که به نام مهدی درستش کردن. اگر خواستید من کتابی دارم نوشته ای مهدی موعود یا مهدی موهوم، در سایت عقیده هست، بخونیدش. در تاجیکستان ریش هستن برای جوانان اجازه آیا کار کردن با این شرایط جایز است؟ بله، اینجا چون معذورند در چنین حالتی. آقای امیر هدایت شده از تهران: آیا حواریون عیسی ابن مریم بعد از درخواست مائده ایمان نیاوردند و الله آنها را عذاب کرد؟ نه، حواریون عیسی که ایمان آوردند، از بهترین یاران عیسی هستند. ولی جالب اینجاست که شما از یهودیان سوال کنید بهترین یاران موسی کیند؟ بهترین افراد امت موسی میگن یاران موسی. از عیسویان سوال کنید بهترین افراد امت شما کیند؟ میگن حواریون عیسی. از شیعیان سوال کنید که بدترین افراد امت کیند؟ میگن یاران محمد، نعوذ بالله. با وجودی که محمد صلی الله علیه و سلم بزرگترین مربی تاریخ بشریته. هدایت شده هیئتی: تضاد سخن با عمل. شما ملاحظه کنید که